سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. 30 تا از کلمات بسیار پرکاربرد رو میخوایم با هم کار کنیم و همراه با تصویر و در جمله اونها رو تمرین کنیم. اولین کلماتی که من اینجا نوشتم ضمایر فاعلی هستن. این 8 تا رو ما به عنوان ضمیر فاعلی میشناسیم. یعنی چی؟ اینا به عنوان فاعل ازشون استفاده میکنیم. یعنی فاعل توی جمله برای من چی کار میکنه؟ ببینید، فاعل در جمله کسی یا چیزی هستش که در واقع جمله داره راجع به اون صحبت میکنه. جمله داره اون رو توصیف میکنه. جمله درباره اون داره صحبت میکنه. پس اینها رو به عنوان ضمیر فاعلی میشناسیم. اولی چیه؟ I. تلفظش رو دقت کنید. I به معنای من. You. صدای او کشیده داریم اینجا. صدای او کشیده یعنی you به معنای تو. و بعدی he. اول یه صدای ه داریم، بعد هم ای کشیده. he به معنای او که برای آقایون ازش استفاده میکنیم. و بعدی she. اول صدای ش، بعد هم ای کشیده. she یعنی او که برای خانوم ها ازش استفاده میکنیم. دقت کنید، من میخوام مثال ها رو بعد از اینکه معنیاش رو گفتم براتون توضیح بدم، چون بعد از دونستن معنیاش و بعد از اینکه راجع به این 3 تا فعل to be که اونجا نوشتم یعنی am, is و are صحبت بکنیم، بعد میتونیم اینا رو کنار هم قرار بدیم و باشون مثال کار کنیم. مثال هایی رو که جلوی هر کدوم از کلمات نوشتم رو آخرش تمرین میکنیم. خب بعدی چیه؟ بعدی it. ببینید یه ای کوتاهه. ما این رو به صورت ای کشیده تلفظ نمی کنیم. نمیگیم eat. دقت کردید؟ این یه ای کوتاهه. بعدی we. خب اما معنیش چیه؟ ما صدای وی نداریم اینجا. صدای ما we هست. we نه وی. و اما بعدی you صدای او کشیده داره. you. ما اینجا 2 تا یو نوشتیم. چرا؟ چون شما یو رو هم برای مخاطب مفرد میتونید استفاده کنید، یعنی بگید تو، و هم میتونید برای مخاطب جمع ازش استفاده کنید، بگید شما. پس این نکته هم خیلی مهمه. و اما ضمیر فاعلی آخر تلفظش چطوریه؟ they به معنای آنها. they به معنای آنها. 3 تا کلمه دیگر رو من اینجا گذاشتم. این 3 تا جزء افعال to be هستن. اولین فعل to be. فعل to be am. ببینید صدای am به معنای چی؟ هستم. معنای هستم. این فعل to be رو برای ضمیر فاعلی I ازش استفاده میکنیم. و فعل to be بعدی اینجا باز هم تلفظمون خیلی مهمه. نمیگیم is. ای کشیده نه. نمیگیم is. میگیم چی؟ is. یه ای کوتاه تلفظ میکنیم. این هم یک فعل to be دیگه هست به معنای هست یا به معنای است. به معنای هست. معنی هاشو داخل جمله کار میکنیم. و فعل to be بعدی are. به چه معنی؟ این معنی های مختلفی میتونه داشته باشه. میتونه معنای هستی، هستیم، هستند، بسته به این که در کنار
چه فاعلی ما ازش استفاده بکنیم. و اما بریم سراغ مثال ها. I am a teacher. I am a teacher. من یک معلم هستم. I به معنای من، am به معنای هستم، اینجا میتونه به معنای یک یعنی برای من تعداد رو مشخص میکنه. من یک معلم هستم. I am a teacher. حالا که به عنوان حرف تعریف ازش استفاده میکنیم، این رو بعداً با هم کار میکنیم، ولی الان بدونید که این معنی رو میتونه برای من داشته باشه. معنای یکی. I am a teacher. من یه معلم هستم. مثال بعدی. You are a teacher. You are a teacher. teacher هم که به معنای معلم هست. You are a teacher. بعدی. He is a teacher. او یک معلم هست. او یک معلم است. He is a teacher. He is a teacher. او یک معلم است. She is a teacher. او یک معلم است. ولی اینجا به خانوم اشاره داریم. اون خانوم یه معلمه. It is a cat. We are teachers. این نکته، این که ما داریم در مورد چند تا معلم حرف میزنیم. ما معلم هستیم. پس teacher باید به صورت جمع استفاده بشه. بهش اس جمع اضافه کردیم. We are teachers. ما معلم هستیم. چون چند تا معلمیم به صورت جمع استفاده میکنیم. دیگه نمیاریم. نمیگیم we are a teacher. We are teachers. You are teachers. حالا اینجا از ضمیر فاعلی you به عنوان شخص جمع استفاده کردیم. یعنی اشاره داریم به چند نفر. شما معلم هستید. You are teachers. They are teachers. آنها معلم هستند. They are teachers. پس توی این جملات هم از فعل to be استفاده کردیم و هم از ضمایر فاعلیمون. و اما 4 تا کلمه بسیار مهم دیگه. اینها رو ما به عنوان ضمایر اشاره و صفات اشاره میتونیم ازشون استفاده کنیم. اما الان به عنوان ضمیر اشاره میخوایم کار کنیم، ولی این رو بدونید که کلا برای اشاره کردن ازشون استفاده میکنیم. بستگی داره که شما به نزدیک بخواید اشاره کنید، به دور بخواید اشاره کنید، به چند تا چیز، به چند نفر بخواید اشاره کنید. اولین کلمه رو با هم کار کنیم. اولین کلمه this. ای کوتاه باز هم ما تلفظ میکنیم. ای کشیده نه. This به معنای این. برای اشاره به نزدیک استفاده میشه وقتی شما میخواید به یک چیز، به یک نفر که نزدیک هست اشاره کنید. مثلا This is a cat. این یک گربه است. خب گربه ما یه دونه است. من به نزدیک هم دارم اشاره میکنم. This is a cat. کلمه بعدی that به معنای آن. وقتی شما میخواید به یک چیز یا یک نفر که دور هست اشاره کنید. مثلا That is a cat. That is a cat. آن یک گربه است. خب هم دوره هم یه دونه گربه است. و بعدی these. ببینید ای کشیده. These به معنی اینها. برای اشاره به نزدیک استفاده میشه وقتی که به چند نفر، چند تا چیز که نزدیک هستن ما میخوایم اشاره کنیم. مثلا These are cats. اینها گربه هستند. ببینید cat رو به صورت جمع استفاده کردم. اس جمع بهش اضافه کردم که بشه گربه ها. اینها گربه هستند. These are cats.
و کلمه بعدی those، صدای او، those به معنی آنها. برای اشاره به دور استفاده میشه. وقتی شما میخواید به چند تا چیز یا چند نفر که دور هستن اشاره کنید. مثلا those are cats، آنها گربه هستند. باز هم من cat رو به صورت جمع استفاده کردم. آنها گربه هستند. و این هم کلماتی که برای اشاره کردن استفاده کردیم. بریم سراغ چند تا کلمه بسیار مهم که توی اکثر سوالات ما ازشون استفاده میکنیم. این کلمات رو ببینید. این کلمات کاربردهای مختلفی دارن. ولی ما میتونیم به عنوان کلمه پرسشی هم از اونها استفاده کنیم. یعنی برای سوال پرسیدن هم ازشون میتونیم استفاده کنیم که به اینها میگن کلمات پرسشی WH دار. یعنی چی؟ بهشون میگن WH questions، یعنی سوالات WH. برای چی؟ به خاطر اینکه اکثرشون با WH شروع میشن. یعنی اکثرشون با حرف W و H شروع میشن. به جز how که با اینکه با حرف WH شروع نمیشه ولی ما باز هم به عنوان کلمه پرسشی WH میشناسیمش. اولین کلمه پرسشی what. باز هم تلفظش باید دقت بشه بهش. نباید بگیم what، باید بگیم what. به معنی چه چیزی. مثلا what's your name؟ اسم شما چیست؟ اسم شما چیه؟ دقت کردید ما این معنیشو توی جمله داشتیم. What's your name؟ کلمه بعدی who. اینجا هم او کشیده. who یعنی چه کسی. اینجا مثال چی داریم؟ Who are you؟ یعنی تو کی هستی؟ شما کی هستی؟ تو کی هستی؟ Who are you؟ و کلمه پرسشی بعدی که برای پرسیدن مثلا کجا استفاده میشه. Where یعنی کجا. یعنی کجا. مثلا Where is he؟ اون آقا کجاست؟ و کلمه پرسشی when به معنی کی، چه موقع. مثلا When can I see you؟ When can I see you؟ When که یعنی چه موقع، کی. Can I من میتونم تو رو ببینم. see به چه معنیه؟ see به معنی دیدن، ملاقات کردن. کی میتونم ببینمت؟ When can I see you؟ کلمه بعدی هم که بسیار پرکاربرد کلمه why یعنی چرا. why یعنی چرا. Why are you sad؟ چرا غمگینی؟ چرا ناراحتی؟ sad به معنی ناراحت، غمگین. کلمه پرسشی بعدی how. مثلا How are you؟ حالت چطوره؟ و اما بریم چند تا کلمه‌ای که مربوط به مشاغل هستن رو یاد بگیریم. خب اول ببینیم که خود کلمه شغل به انگلیسی چی میشه؟ اول صدای ج، بعد یه آی کشیده و بعد هم صدای ب. دقت کنید. job یه آی کشیده داریم. مثلا میخوام بگم I need
a job. I need a job. من به یه شغل نیاز دارم. need به معنی نیاز داشتن میتونه باشه. من به یه شغل نیاز دارم. need هم ایه کشیده. خب اولین شغل doctor. doctor. آی کشیده. doctor. doctor به معنی دکتر. مثلا she is a doctor. اون خانم یه دکتره. she is a doctor. اون خانم یک دکتره. شغل بعدی baker. 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 baker به معنای نانوا، شیرینی پز. he is a baker. اون آقا یک نانوا هست. he is a baker. baker. و کلمه بعدی که قبلا هم کار کردیم teacher. teacher به معنی معلم. ایه کشیده میگیم t. teacher. teacher. یه صدای ایه کشیده تلفظ میکنیم teacher. teacher. I am a teacher. من یک معلم هستم. کلمه بعدی nurse. nurse به معنی پرستار. nurse. nurse. I am a nurse. من یک پرستار هستم. I am a nurse. کلمه بعدی به معنای سلام. سلام. hi. 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 صدای آی داریم. بعد از صدای ه. hi به معنی سلام که این یه سلام خودمونی هستش، یه سلام دوستانه است که شما برای سلام کردن به دوستاتون برای یه سلام غیر رسمی میتونیم در واقع ازش استفاده کنیم. مثلا Hi Jack. Hi Jack. سلام جک. Hi. و کلمه name. name ببینید چی میشنوید؟ A. صدای A. name. 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 خب مثلا میخوایم اسم یه نفر رو ازش بپرسیم. What's your name? What's your name? What رو که معنیش رو یاد گرفتیم. به معنی چه. چه چیزی. اینجا به معنی چیه؟ به معنی چه. What's your name? Your name یعنی اسم شما. What's your name? و کلمه baby. baby ببینید با صدای A. baby. baby به معنای بچه، نوزاد میتونه باشه. و کلمه بعدی که دوباره صدای شبیه به این داره کلمه lady. lady. lady کلمه lady دوباره صدای A. lady به معنی خانوم، بانو.